درود بر مخاطبان گرامی. به کانال خودتون خوش آمدید. قانون جذب و فنگ شویی برای جذب ثروت. مقدمه. قانون جذب و فنگ شویی دو سیستم قدرتمند هستند که در کنار هم می توانند برای جذب ثروت و فراوانی به کار روند. در این راهنما به بررسی جامع این دو روش و نحوه ترکیب آنها می پردازیم. بخش اول، قانون جذب برای ثروت. تعریف قانون جذب. قانون جذب بر این اصل استوار است که همانند را جذب می کند. افکار، احساسات و باورهای شما انرژی ساطع می کنند که مشابه آن را به زندگی شما جذب می کند. اصول اساسی قانون جذب برای ثروت. 1. خواسته خود را مشخص کنید. دقیقاً، مشخص کنید چه مقدار ثروت می خواهید. اهداف مالی خود را به وضوح تعریف کنید. از جملات مثبت و زمان حال استفاده کنید. 2. باور داشتن. باور کنید که سزاوار ثروت هستید. تردیدها و باورهای محدود کننده را رها کنید. طوری عمل کنید که گویی همکنون ثروتمند هستید. 3. احساس کردن. احساس فراوانی و ثروت را در خود ایجاد کنید. شکرگزاری برای آنچه دارید. احساس خوب نسبت به پول و ثروت. 4. اقدام الهام گرفته. فرصتها را تشخیص داده و اقدام کنید. قدمهای عملی بردارید، پیامهای درونی خود را دنبال کنید. تمرین‌های عملی قانون جذب برای ثروت. تجسم خلاق. روزانه 10-15 دقیقه ثروت را تجسم کنید. خود را در حال زندگی ایدئال مالی ببینید. جزئیات را به وضوح تصور کنید. تاییدیه‌های مثبت. من ماگنت ثروت هستم. پول به راحتی و آزادانه به سمت من جریان دارد. من سزاوار ثروت و فراوانی هستم. تابلوی آرزوها. تصاویر مرتبط با اهداف مالی جمع‌آوری کنید. در معرض دید قرار دهید، روزانه به آن نگاه کرده و احساس خوب داشته باشید. بخش دوم، فنگ شویی برای ثروت. تعریف فنگ شویی. فنگ شویی هنر چیدمان فضای زندگی برای ایجاد تعادل و هماهنگی با محیط و جریان مثبت چی است. مناطق ثروت در خانه. نقشه باگوا. گوشه جنوب شرقی خانه منطقه ثروت است. این منطقه مربوط به عنصر چوب است. رنگ‌های سبز، آبی و بنفش تقویت کننده هستند. اصول فنگ شویی برای ثروت. 1. پاکسازی و نظافت. خانه را از کلاتر و بی‌نظمی پاک کنید. راهروها و درها را باز نگه دارید. گرد و غبار را رگولرلی پاک کنید. 2. نمادهای ثروت. گیاهان سالم و سرحال، آکواریوم با ماهی طلایی، فواره آب، کریستال‌ها، سیترین، ژاد، پیریت، مجسمه بودای خندان. 3. رنگ‌های ثروت‌ساز. بنفش، ثروت و وفور. قرمز، انرژی و شانس. طلایی، ثروت و شکوه. سبز، رشد و اکسپنشن. 4. ورودی اصلی. ورودی خانه باید جذاب و تمیز باشد. چراغ‌های روشن، پاداری نو، گیاهان سالم. مناطق مهم برای ثروت در فنگ شویی. آشپزخانه. اجاق گاز نماد ثروت است. همیشه تمیز و کارآمد نگه دارید. از 3 عنصر، آب، آتش و چوب استفاده کنید. اتاق کار. میز کار رو به در قرار گیرد. صندلی محکم و راحت، فضای کافی برای حرکت انرژی. اتاق خواب. تخت خواب موقعیت مناسب داشته باشد. میز لباسها خلوت باشد. از آینه روبروی تخت خود خودداری کنید. بخش سوم، ترکیب قانون جذب و فنگ شویی. ایجاد محیط پشتیبان. فضای فیزیکی را برای حمایت از اهداف مالی آماده کنید. از نمادها و رنگها برای تقویت باورها استفاده کنید. محیطی ایجاد کنید که احساس ثروت را القا کند. برنامه روزانه ترکیبی. صبحها. مدیتیشن ثروت 5 دقیقه. تاییدیه‌های مثبت. بررسی تابلوی آرزوها. عصرها. شکرگزاری برای نعمتها. پاکسازی فضای زندگی، تجسم اهداف مالی.
نکات کلیدی برای موفقیت: ثبات. تمرینات را روزانه انجام دهید. صبر و پشتکار داشته باشید. باور واقعی. کارهای سمبولیک انجام دهید. طوری زندگی کنید که گویی به اهداف رسیده اید. اقدام عملی. منتظر معجزه نباشید. فرصتها را ایجاد کنید. آموزش مالی ببینید. نتیجه گیری. ترکیب قانون جذب و فنگشویی می تواند تحول عمیقی در زمینه مالی ایجاد کند. قانون جذب بر ذهنیت و باورهای شما کار می کند، در حالی که فنگشویی محیط فیزیکی را برای حمایت از این باورها آماده می کند. با اجرای مستمر این اصول و ترکیب آن با اقدام عملی می توانید جریان ثروت را به زندگی خود جذب کنید. یادتان باشد که ثروت تنها پول نیست، بلکه آزادی، آرامش ذهن و امکان زندگی رویایی است که شایسته آن هستید. مخاطب عزیز، لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب